سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خیلی سریع اومدم این ویدیو رو بگیرم و برم. خیلی کوتاه میخوام همه چیز رو بگم مثل همیشه. ببین بچه‌ها، یه نکته خیلی مهم. من خودم از 18 سالگی وارد بازار کار شدم و کار کردن رو شروع کردم. اون اولا واقعا برام خیلی سخت بود که حقم رو بتونم بگم. منظور از حقم یعنی حقوقم بود. مثلا به سر ماه که میشد اینجور بودم که خدایا چه دروغ بگم چی بگم، اصلا بگم نه ولش کن، طرف فکر میکنه که من ندارم که دارم میرم سر کارو به حقوق بدم. این حرفا همیشه ترسم تو زندگی، مخصوصا برای حقوق و این حرفا این بود. و الان من به یک درجه رسیدم که میگه من ادمین یه پیج یه خانمه بودم که آرایشگر بودنشون و ما از اول با یه قیمت خیلی کم با هم دیگه بستیم برای انگار ادمین بودن پیجشون. بعد الان فرض کنیم که ما 23 ماه پیش موعد چیزمون شده بود و الان 10 روز گذشته. تو این 10 روز هم من آنچنان فعالیتی نداشتم، چون منتظر بودم که حقوقمو بهم بده و اون وسط هم یک سری مثلا یه طور به من حرف زد که منم خوب جواب شدم و من ناراحت کرده بود. ولی بحث اینجاست که الان که من این چه کرده گفتش که آره اگه که میتونی با مثلا این شرایطی که من میگم و این شکلی با هم کار کنیم بیا که با هم کار کنیم، وگرنه که لاگ اوت کن پیج و فلان. من گفتم که اوکی من لاگ اوت میکنم. بعد حقوقم گفته بودم که من 1 ماه و 10 روز اینجا یعنی براتون کار کردم که شروع کرد گفت اون 10 روز که نبوده 1 ماه. و من اول مثلا همش گفتم ولش کن بابا مهدی، مثلا 330 تومن چیه که من بخوام براش فلان کنم. گفتم نه من واقعا 10 روز کار کردم، پست گذاشتم، دیشبم پست گذاشته بودم براش و قشنگ رفتم بهش گفتم من 1 روز پیش براتون پست گذاشتم، در نتیجه من کار کردم تو این 10 روز. حالا اون پست هم 2 تا پست دیگه هم گذاشته بودم. حتی حقتون رو واقعا بگیرین بچه‌ها، حق دادنی نیست. این تو بگه سلام عزیزم بیا حق شما، حق گرفتنیه واقعا. هر جا که حس کردین یه چیزی مال شما بوده ولی بهتون ندادن، حتما هیچ چیزو در نظر نگیرید. اینو بدونی که حق طبیعی شماست که کار کردی، اینترنت گذاشتی. حالا من تو بحث خودم دارم میگم، وقت گذاشتی، اینترنت گذاشتی، بعد یهو بگی که نه تو این روز کار نکردی. یادتون باشه حقتون بگیرین. دوستتون دارم. خداحافظ.